بسم الله الرحمن الرحیم. خدا گناه را حکم می کند. در حکایه آفرینش عالم ما فهمیدیم که چه خیل خدا دنیا را آفرید. هر آن چیزی که خدا آفرید خیلی خوب بود. آدم و حوا با خدا یک مناسبتی پاک داشته در جای بهترین زندگی می کردند. در آنجا گناه و بدی نبود. وقتی که آدم و حوا به گپ مار در آمدند، آنها به مقابل خدا گناه کردند. خدا آدمان را بسیار دوست می دارد، لیکن او از گناه نفرت دارد. برای همین خدا باید به آنها جزا می داد. حاضر ما می بینیم که چه خیل خدا گناه آنها را حکم می کند. اول خدا به مار جزا داد. از همان روز تا حال مار با شکمش می خزد و خاک می خورد. همچنین خدا گفت که در بین مار و زن دشمنی می اندازد و در آینده روزی می آید که نسل زن سر مار را پچق می کند. بعد خدا به زن گفت که در وقت زاییدنش دردش سخت می شود و شوهرش از بالای او حکمرانی می کند. سپس خدا به آدم گفت: از برای آن که تو گناه کردی زمین لعنت کرده شد و اکنون زمین برای تو خار و خس می رویاند. تا آخری حیاتت عرق جبین ریزانده در زمین کار می کنی و نان می خوری. از خاک شدی و به خاک بر می گردی. خداوند پاک و مقدس است. آدم و حوا یک جایه با خدا زندگی کرده نتوانستند، چون که آنها گناه کردند. لیکن به همه این نگاه نکرده خدا آدم و حوا را دوست می داشت. او از پوست حیوان لباس کرده آنها را پوشاند. در میان باغ باز یک درخت مخصوص بود که درخت حیات نام داشت. خدا می دانست که اگر آدم و حوا از میوه آن درخت خورند ابداً زنده می مانند. خدا آنها را از باغ بیرون کرد، چون که او نخواست که آنها از میوه آن درخت خورند و تا ابد گناهکار مانند. خدا از اول می خواست که همیشه یک جایه با آدمان زندگی کند، لیکن گناه آدم و حوا مرگ را به دنیا آورد و آنها را از خدا جدا کرد. خدا باشد نقشه داشت که آدمان حیات جاودانه داشته باشند. از این حکایه ها ما چه خیل به دنیا آمدن گناه و مرگ را فهمیده می توانیم. این چنین ما می فهمیم که برای چی ما در حیات حاضره امان عذابی زیاد داریم، ولی خدا برای نجات ما نقشه عالی جنابی دارد و نقشه او سرچشمه امید ما می باشد.